سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگ 10 است. من میرزا نبی خالقزاد از قرارگاه مرکزی رادیوی آزادی در پراگ برای شما سرخط موضوعهای برنامه اخباری آزادی را معرفی میکنم. برنامه ساعت رسا 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو مستقیم نشر می شود و صفحش را هم می توانید ببینید. ما را همراهی کنید. بیدادگری سیل در ولایت ختلان دیروز بر اثر بارشات شدید در بعضی از مناطق این ولایت سیل فرآمد. ساکنان میگویند این آفت طبیعی بیشتر به زمین‌های کشتی آنها ضرر رسانده است. در این باره در برنامه خبری نوارهایی که خود ساکنان به ما فرستادند به شما پیشنهاد می‌شود و هم خواهیم دید که مقامات در این مورد چی میگویند. معمولا هر سال در فصل بهار با زیاد شدن بارانگری‌ها سیل فرآیینی زیاد می‌شود و به منزل‌های ساکنان آسیب می‌بینند. گاه آفت‌های طبیعی تلفات جانی نیز در پی دارند. برخی از کشورهای شوروی سابق معرکه دعوت جوانان به صف ارتش را با منظور خطر کرونا ویروس تقریباً برای چند ماه به تأخیر انداختند. اما در تاجیکستان باشد مراسم دعوت بهار الکی آغاز شد. مقامات تاجیکستان میگویند تا حال یگان مورد آلوده‌شوی با کرونا ویروس در کشور آشکار نشده است و به این خاطر معرکه دعوت جوانان به ارتش طبق نقشه راه اندازی می شود. اما به خاطر حفظ دعوت شونده از احتمال آلوده‌شوی با کرونا ویروس مقامات در این موسم دعوت از کدام تدبیرها کار میگیرند کمی دیرتر برایتان معلومات میدهیم. منع مهاجرت مهنتی به خارج از کشور به خصوص به روسیه برای پیشگیری از خروج احتمالی کرونا ویروس زندگی کارجویان مردی کاربازارهای دوشنبه را سخت‌تر کرده است. با توجه به افزایش نگرانی کارجویان برای پیدا نمودن کار مقامات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان میگوید در این سمت کار برده ایستادند. در این نهاد گفتن نسبت تقدیر افراد بیکار بی‌طرف نیستند، برای جلب آنها به جای کار تمام امکانات‌ها را مورد آموزش قرار میدهند و این مسئله یکی از موضوعهای برنامه امروزی ماست. در برنامه امروز همچنین درباره آن خواهیم گفت که یک کارفرمای روس مهاجر تاجیک را از دویم آشیانه به زمین می‌پرتاید. حالا این زاده تاجیکستان در حالت وزنی در شعبه احیاگری بستری است، اما ظاهراً برای از جوگری آزاد کردن این کارفرما فرضیه دیگری رو پیش می‌آورد که گویا این راهرو تاجیک خودش از دویم آشیانه پریده است. جزئیات را در برنامه ما امروز پیشنهادتون می‌کنیم. و حالا یک خبر عجیب و غریب. دو مرد حجم‌نگار ازبک که بعضن در صحنه‌ها نقش زنان را بازیدن، آوازخوان معروف یلدوز عثمانووا را به دادگاه کشیدند، زیرا وی در یک نوار ویدیویی آنها را همجنسگران نامیده است. نماینده مردان حجم‌نگار در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی تصدیق کردند که آنها به دادستانی شهر تاشکند شکایت بردند. در نوار یلدوز عثمانووا حجم‌نگاران ازبک رستم خواجه عثمانووا و بابور را همجنسگران نامیده، افزوده است که آنها را باید نیست کرد. یلدوز باز گفته است که حاضر به آنها به جنگ تن به تن می‌براید. اظهارات یلدوز عثمانووا را بعد آن نشر شد که حجم‌نگار رستم خواجه عثمانووا در ناحیه استرابشن تاجیکستان خود را یلدوز عثمانووا نامیده است. حجم‌نگار دیگری ازبک عادتاً خود را در نقش آوازخوان‌های زن مولوده اسلبک و با فیروزه جمانیازова معرفی کرده است. این بود خبرهای سرخط امروز ما. بینندگان ارجمند، فشرده موضوعهای برنامه امروز تا کمتر از 3 سال دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیک همراهی کنید. خدا نگهدار شما.